پشتی جوینا خو به دیپلماتکارین وزارتا دروین ولاتی خو سروکی رژیم سوریه بشار الاسد بجاردین خوین سرکل سوریه دست نشان کرد. لگوری گورو پلا سروکاتی بلاو کریه گو اسد دوباره آواکرنا سوریه یکش بجاردین خوین سرکت بینه. هروها برداوامی شر ترور ده حتی آزاد کرنا همو خاکا سوریه جدا گیر کران. سروکی رژیم سوریه بشار الاسد هر وها دیار کرد گوش بجاردین سرکه نوی گوهرتنا بریار و یاسایان گلگوری قوناغ و دمن بیبن. هر وها رگری لگندالیه و بهز کرنا دانوستاندنه دناورا سوریان ده و وگرا پنابران و اکتیف کرنا پروسه سیاسی یا گوهندک ولاتین روش آوایی و سرسریوان امریکا تک دابون. اوا خافترین بشار الاسد تین لگل چالاک بونک سیاسی روسی جبو گوهشتن جبو چارسریه که او دامزراندنا کمیته که دستوری بسرپرشتی آنتوینیه گرتی هر و حال درخستنا هلبجارتنین پرلمانی و سروکاتی لسوریه. هفدمی ویکیجی اسد راگهاند گوره کفتن لسر آسته نشتیمانی و آلی کار به دبریارین سیاسی ده و آوره کفتن به تن بریا گفتگو و دانوستاندنه دته. اف بجاردین گو بشار الاسد بحثید که تر دمکه ده گو ارتشا رژیم سوریه سرکفتنین مازن به دست دخه و پرانه سوریه نها کنترول کریه گو بریا چند روژانجی دورن مازن جگوندوارین درعای کنترول کر. اف دو هفتینه رژیم اسد به پشتوانی روسیا ایریشی گروپین اپوزیسیونه لدرعای دکه. پشت را گشتن رکفتنه که تر گروپین اپوزیسیونه امزه کرن گوی دوری رادستی حکومت سوریه بکن. رژیم سوریه بر خدای الهواتنه به اپوزیسیون سوریه را داوینه که بگینه جهانه گو او گرنگی دده گل سوریه و نرینوان لی هر دم او کفتن و الهواتن تین پشتی گو رژیم سوریه باجارو کن سوریه دور پیچ و تو باراندی که لو ما خلک دوره نچار دبون گو رکفتن ام رژیم را امزه بکن.